وقت شما بخیر. پریشب یهویی به فکرم فیلم پلی بر روی رودخانه کووای اومد. فیلم مال سال 1957 هستش، کلاسیکه که در 30مین جشنواره اسکار تو 1958 هم 7 جایزه اسکار برد. داستان فیلم از این قراره که تو جنگ جهانی دوم یه دسته از سربازهای متفقین به اسارت ژاپنی‌ها در میان. ژاپنی‌ها اونا رو مجبورشون میکنن که یه پل خیلی بزرگ روی رودخانه کووای بسازن تا مسیر قطار جنگیشون برقرار بشه. سرهنگ نیکلسون، فرمانده این اسرا، اول در برابر فشارها و بی‌عدالتی‌های ژاپنی‌ها مقاومت میکنه، ولی یواش یواش اونقدر درگیر افتخار و غرور ساختن این پل میشه که هدف اصلی رو فراموش میکنه، تصویر بزرگتر رو فراموش میکنه. یادش میره که کجا هستش. او در واقع داشت واسه دشمن کار میکرد. وقتی که این پل با شکوه ساخته میشه، قرار میشه که از همون پل واسه حمل اسلحه و سربازای ژاپنی استفاده بشه. آخر فیلم خیلی قشنگه. تو آخر فیلم دوربین روی چهره ناباور سرهنگ نیکلسون زوم میشه و این سرهنگ میبینه که تمامی تلاشش، تمامی افتخارش در حقیقت خدمت به دشمن بوده و این کلمات از دهنش بیرون میاد: ای وای، من چه کردم؟ بله عزیزانم، یکی از بزرگترین خطرات تو زندگی روحانی، حتی زندگی روزمره، اینه که چشممون فقط روی مسائل کوچک متمرکز بشه و تصویر بزرگتر یادمون بره که اصلا واسه چی تو این دنیا هستیم. یادمون بره که هدف نهایی چی هستش. کتاب مقدس دقیقاً همین اصل رو به ما هشدار میده. یادتون هست که استاد چی گفت؟ برای انسان چه سود دارد که تمامی دنیا را ببرد لیکن جان خود را ببازد. به یه سخن، میشه تو این زندگی به ظاهر همه چیز رو به دست بیاری، احترام و پول و موقعیت و، اما باز در ازای اون بزرگترین چیز، یعنی جان تو، سرنوشت ابدی تو از دست بدی. گاهی ما هم شبیه اون سرهنگه میشیم. در کار و شغل و خدمت و اهدافمون اونقدر درگیر میشیم که هدف اصلی موجودیتمون رو به عنوان شاگرد مسیح فراموش میکنیم. تصویر بزرگ رو دیگه نمیبینیم. عزیزانم، تو این زندگی و خدمت بیش از 45 سال خیلی از خادمین مسیحی رو دیدم، حتی سازمانهای مسیحی رو، حتی کلیساها رو که اونقدر روی ساختارشون، روی برنامه‌هاشون، روی موفقیت‌های ظاهریشون، روی پف و پوفاشون تمرکز داشتن که هدف اصلی رو، یعنی نجات جانها رو، جلال خدا رو گم کردن. پولس رسول با یه نگاه عمیق این هشدار رو به همه ما میده. ما به آنچه دیدنی است نمی نگریم، بلکه به آنچه نادیدنی است. زیرا آنچه دیدنی است در گذر است، اما آنچه نادیدنی است تا به ابد باقی است. همشاگردی های عزیزم، بیایید دائم این سوال در جلوی چشمون باشه: آیا چیزی که امروز اینقدر دارم براش تلاش میکنم، اگه بهش از پنجره ابدیت نگاه کنم
ارزشی خواهد داشت. تصویری که از پنجره ابدیت در مقابل چشممون داریم اینه: ما برای جلال خدا زندگی میکنیم. هدف نهایی نجات جانها و بنای پادشاهی خداست. اول در خودمون، بعد در خانوادهمون، بعد در کلیسامون و بعدش در میون هموطنامون. یادمون باشه که موفقیت حقیقی در اینه که در پایان از استادمون اینو بشنویم: آفرین ای غلام نیکو و امین. پس اگه امروز خسته ایم یا در جزئیات زندگی گیر کردیم، سرمونو بلند کنیم، به آسمون نگاه کنیم، تصویر بزرگتر رو ببینیم. خدا در حال نوشتن داستانی است بزرگتر از چیزی که من و تو میبینیم و من و تو بخشی از اون هستیم. به دیسیپلین فیض.